بهرام افشاری که الان ماشین چند 10 میلیاردی سوار میشه یه زمانی تو قهوه خونه ها بود، ولی همون قهوه خونه نجاتش داد. چطوریش؟ جالبه. بهرام اون زمان کم و بیش تو تئاتر بازی میکرد. همینجوری تو قهوه خونه تو حال خودش بود که یهو احمد مهرانفر بهش زنگ میزنه و میگه خودتو برسون، کارت دارم. وقتی بهرام میرسه محل قرار، اونجا محسن تنابنده اولین سوالی که ازش میپرسه میگه قدت چنده؟ انگاری مردی پارچه است. داداش شما الان چند متری؟ یعنی چی؟ مگه من پارچم؟ در واقع برای سکانس برادر بهبود یعنی شیر فریبا یه قد بلند میخواستند. همون موقع تو تیتراژ زدن بازیگر مهمان، ولی تو فصل 6 و 7 زدن با حضور بهرام افشاری. این یعنی پیشرفت. جالبه بدونی خودش توی مصاحبه‌ای گفت خیلی‌ها یقین داشتن که یا من معتاد میشم یا دیگران رو معتاد میکنم. با اینکه تو 3 سالگی مادرش ولش کرد و پدرش هم خیلی زود آسمانی شد، ولی خدا یه جوری براش چید که همه چیز خوب شد. اگه شما هم به کار خدا اعتقاد دارید و عاشق این بازیگر محبوبید، قلب پایین و قرمز کنید.